امروز قراره به شمال سفر کنیم. درود بر همه بچه‌ها، امیدوارم حال همتون خوب باشه. همونطور که فهمیدین قرار ما به شمال سفر کنیم، اما به کجای شما؟ قراره به چابکسر سفر کنیم و قراره طی کل این راه شما رو هم با خودم همراه کنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خب دوستان، این که ببینید دریاچه ارومیه هستش. قرار از ارومیه بریم به تبریز. بچه‌ها اگه صدام خوب نمیاد ببخشید، میکروفونمو وصل نکردم، همینجوری با صدای قالی دارم حرف میزنم. بالاخره این دریاچه ارومیه هم زنده شد بعد از سالیان سال. بذارین خوب‌تر بهتون نشون بدم. خب بچه‌ها، ما رسیدیم تبریز. اینجا خیلی سر صدا زیاده، واقعا ببخشید. اومدیم یه کمپی کنیم، کم میگم، اومدیم یه پیکنیک کنیم، یه صبحانه بخوریم چیزی، بعد دوباره بریم ادامه این سفر. اینجا هم یه پارکه پر از کلاغ. آره دیگه، تا آخر ویدیو فعلا بدون. خب بچه‌ها، اینم منم که سر راه یه چای میخورم. خیلی هم برام چسبید. خدایی بچه‌ها، همه ایرانی‌ها وقتی وارد تونل میشن خیلی ذوق میکنن. من وارد این تونل شدم، واقعا خیلی ذوق کردم. خیلی وقت بود که تونلم ندیده بودم. واقعا هم تونلش هم خیلی خوشگل بود. نمی‌دونم کجا این خوشگل، ولی خیلی هم خوشگل بود. اینم از این زاویه می‌بینید. خب بچه‌ها، چرا خراب شده بچه‌ها؟ ما رفتیم رستوران. انقدر که گرسنه بودم، اصلا من این ولاگ اینا همه چی یادم رفت. همین که از رستوران اومدیم بیرون یادم اومد که مثلا از غذا ویدیو نگرفتم. نه باید بگم غذا چی خوردیم. رفتیم یه کاسه کباب خوردیم، گفتیم بدون کاسه کباب اردبیل چطوری. راستی از تبریزم رفتیم به اردبیل، الانم قراره از اردبیل بریم به آستارا. بله دیگه، قراره مثلا میخوام بچه‌ها تونل ها رو براتون نشون بدم. شما تو برام کامنت بگید شما وارد تونل میشین ذوق میکنین یا نه. پاشو با من برس که وقت درسه عزیزم، پاشو با من برس گل من، پاشو با من برس جون من، پاشو برس همیشه وقت درسه. بچه‌ها به من بگین تا سوار تلکابین شدین؟ من تو عمرم نشدم ولی همیشه آرزوش کردم و الان توبه کردم. توبه نگیم، خیلی احساس کار اشتباهی کردم که این آرزو کردم. قرار سوار تلکابین بشیم. خیلی بلنده، خیلی میترسم. بچه‌ها شما بگین ترس از ارتفاع یا نه؟ من خیلی دارم، یعنی اگه بگم میتونم رکورد جهانی رو بزنم. بچه‌ها تو صف تلکابینی. بچه‌ها اگه شرایطمو تو اینجا توصیف کنم، شرایط خیلی فشاری هستش.
پیاده شدیم. اولش خیلی ترسناک بود، آخراش خیلی خیلی ترسناک‌تر بود چون ارتعاش زد، ولی وسطش خیلی چرا بگم دوباره میتونم باشم. خب بچه همونطور که میبینی یک لحظه تلکابین که شروع کرد زیر پام یه لحظه خالی شد. خیلی ترسناک بود بچه ها. اصلا فقط میتونین کسایی که رفتن تلکابین میفهمن چی میگن اگه رفتین حیران. بچه ها وقتی که از پایین میره با بالا زیاد ترسناک نیست، کمی چون اوایلش بود که خیلی ترسناک بود، ولی وقتی که از بالا میاد به پایین خیلی ترسناک بود، همینطور که میبینید تو تصویره. شب شد، همونطور که میبینید تو تاریکی هستم. این روشن کنم. آها الان شده. هنوز به مقصد نرسیدیم. از آثار یکم پیاده شدیم، نمیدونم اینقدر ترافیکی بود که اصلا خیلی اونجا علاف شدیم. بعدش هم بعد از که راه از آثار اومدیم بیرون راه جاده شدیم، الان تو تالش هستیم فکر کنم. خیلی چطوری بگم ترافیک اینا. هنوز نرسیدیم، انشالله که رسیدیم هر جایی مثلا هتل موندیم، حالا ویلای هرچی، حتما یه هوم توری چیزی براتون حتما میگیرم. بچه ها نمیدونم مشخصه یا نه، الان احساس جدی نمی کنم. من الان تو واقعیتم یه کتاب میخونم پاسیل های بنش رو فکر کنم. بعد نمیخوام خیلی اثبات کنم، ولی بنده خدا بچه با خانواده تو مینیون زدیم که خیابونا. یعنی یه لحظه اون احساس کردم، یعنی دنبال هتل میگشتم. مثلا قرار نبود اینجا بخوابیم، ما قرار تو آستار بخوابیم. حالا گفتیم که آقا تو آستار یار علافه میشیم، بریم بندر انزلی. گفتیم بریم بندر انزلی اینجا رو گرفتیم، هتل سبلان. وای بچه خیلی خستم الان، به زور سرپا وایستادم، نمیدونم چشم معلومه کم سیاه شدین زیرش. بریم ببینیم دیگه. یه اتاق از اتاق براتون ویدیو میگم دیگه. خب بچه ها خوش اومدیم به آشیانه ما در سبلان. البته اسم هتل سبلان ها. اینجا رو که میبینید دمپایی و حوله هستش. خب میریم اینجا. همون دستشوی خیلی قشنگ، دستشوی ایرانی هم بود خدا رو شکر. حالا تو ویدیو زیاد نیفتاده ولی دستشوی ایرانی هم بود. خیلی این آپشن خیلی خوبه. این هم کموتاشه، بذارین داخلش رو نشونتون بدم. خیلی کموتاش بزرگ بود. این هم یک آپشن خوبی بود. فکر کنید سر راه یک یه هتلی پیدا کنین که کلی آپشن‌های خوبی داشته باشه. اینجا هم اتاق میگن تختامونه. اینا هم قاشق چنگالمون، فلاسک و قاشق چنگالای هتل در واقع. این هم کولره. بیایم با هم دیگه بریم ویو رو یه نگاهی کنیم. البته بیشتر تو ویو منم. ببینید همین هم حیاتشه. خب سلام دوباره بچه، صبحتون بخیر. بچه ما یه شب تو این هتل موندیم. حالا میخوای بریم صبحونه. میخوام کل اون صبحونه رو براتون نشون بدم. اینجا دیگه ترکیه نیست که نتونم ویدیو بگیرم. سعی میکنم بهتر براتون ویدیو بگیرم. بیایم بریم دیگه. خب بچه ما داریم الان میریم صبحونه. من از فیلم میام، میخوام کم بهتون حرف بزنم. نه اینجا آسانسورشه، اینجا اتاق‌هاش. اینجا طبقه ما نیست، اینجا طبقه اول، ما طبقه دوم هستیم. اینجا یک تابلو هست. بچه‌ها میخوام یک ولاگ توپ بگیرم. ببینیم بعد از اینجا کجا میریم. اول یکم بندر انزلی رو
میگردیم. سپس احتمالا رفتیم لاهیجان یا حالا هر کجایی. خب بچه‌ها بزن براتون زود منوی صبحانه رو بهتون بگم. یه عدسی بود که خیلی خوشمزه بود، تخم مرغ و پنیر و کره و مربا اینا بود با حلوا شکری اینا. من یه دونه عدسی رو پسندیدم و اینا. بعد از صبحونه رفتیم یه پاساژ مال توی بندرانزل، یه جای پر مال اینا بود. بچه ها اومدیم بزرگترین آکواریوم ایران، خیلی فکر کنم بزرگترین و خیلی مهیج‌ترین آکواریوم ایرانه. اومدیم فیلتر رو بگیم بریم داخل، حتما داخلش رو میخوام خیلی هیجان دار نگاه کنم. بوی به شدت ماهی میاد، خیلی بد، اصلا یه بوی عجیب میاد، میخوام ببینم این بوی چیه. خب بچه ها خوش اومدید اینجا آکواریوم. عجبا چقدر قشنگه، چقدر قشنگه بچه ها. فکر کنم نسخه کوچیکی از این ماهی من داشتم کنم. تا اینجا هم چند عکس هست. بازم یه بادی بریم اینجا، چقدر خوشگل بچه ها. بیاییم بچه ها اینجا رو نگاه کن، بچه ها خیلی قشنگه. دقیقه بایستیم اینجا رو بچه ها بذاریم. بچه ها ستاره دریایی نگاه کنیم. بچه ها این ماهی داره میمیره یا مدلش اینجوری؟ این هم نگاه کنیم، نه مجسمه فکر کنم، چشاشون نگاه کنیم بچه ها، خیلی قشنگه اینجا. بچه ها ببین چی دیدم، از این پنجرهای کشتی های دزدان دریایی میشن. بچه ها خیلی شبیه بیکینی باتنه. سلام ماهی، چطوری؟ بچه ها نمیدونم این ستونا برای چیه، حالا نگاهی کنیم از اینجا. میبینید خیلی نمیدونم حالا این را چه ربطی به دریا داره. اگه شما میدونید کامنت برام بگید. بچه ها ببینید چی دیدم، مگالودون. این مثلا دهنه مگالودونه. بذار یه دقیقه من بابا واقعی نیست. بچه ها ببینید الان من میشه گفت توی آکواریومم. بذار از نمای بیرون بهتون خیلی باحال. بچه ها من از اینجا اومدم داخل و اینم اینجا، چقدر هم باحاله همه یکی هم آدم ترسناک لحظه فکر میکنه سرش خالی میشه اینا. بچه ها چقدر حال داد. بچه ها بیان اینجا رو ببینید، چقدر ماهی هست بچه ها اینجا. چقدر خوب شنا میکنه. بچه ها سفره ماهی ببینید. بذارین یه جوک بگم، میدونی ماهی ها بعد از غذا خوردن چیکار میکنن؟ دستمال برمیدارن سفره ماهی ها پاک میکنن. بچه ها ایموجی خنده تو کامنت ها. آران جوکر تو کامنت ها خواننده. بچه ها چیه؟ توپه چیه؟ گم چرا؟ بچه ها اینجا چند تا مطالب در مورد کوزه. این کوسه خیلی بزرگ، مثلا مطالب تو اینجا نشه، مثلا اینجا موقعیت های جغرافیایی که تو محیط زیستیشو نشون میده که مثلا کجاهای دنیا قرار داره. مثلا اینا پوزه هاشن، مثلا این کوسه گاویه، کوسه شنی، کوسه ماکو بال کوتاه. بچه ها شهر ماکو ببینید واقعا تو
ایران نه تو ماکو نیست، نزدیکی های ماکو. بچه ها نگاه کنید چقدر باحال اینا. آدم میگه اینا ماهی پیرانا هست. فکر کنم بچه آره ماهی پیرانا هست. آره بچه ها پیرانای شکم قرمز اینا گوشتخوارن بچه ها. آره البته کی نمیده ماهی پیرانا گوشتخواره یا نه. او بچه ها بچه ها خیلی خوشحال اومدم اینجا. بگیم ببینم شما هم لذت میبرین یا نه. او بچه ها بیاین اینجا رو نگاه کنین. خیلی باحال. بچه ها بزنین کمی از روم خارجش کنم. چقدر باحال این قسمت. بچه اسم ماهی چی بود؟ تو انیمیشن ها فکر کنم خیلی دیدن. نگاه کنیم بچه اینم آکواریوم رو بروشه. بچه خیلی علاقه‌ام به ماهی خیلی زیادتر شده. بچه ها اصلا نمیدونم چقدر خوشحالم که اومدم اینجا. حتما بهتون توصیه میکنم اگه اومدین شمال بندر انزلی حتما بیاین آکواریوم رو ببین. خیلی قشنگ بچه ها بیاین ببینین چقدر خوشگل اینا بچه ها. آفریده های الهی ها نگاه کنین بچه ها. خیلی قشنگه. نمیدونم بچه ها چقدر اینجا خوشگله. نگاه کنین تو رو خدا. بچه ها این زنده نیست. توش هیچی نیست بچه ها. دنبال ماهی میگشتم ها. بچه ها نگاه کنین اینجا یه پنجره مانندی هست. اینجا مارماهیه. آره بچه ها مارماهیه. چه جالب. اینجا هم هست باز. فضای دریایی بچه ها اینا رو هم نگاه کنید. یه کمی جالب نیستن اینا ولی تو ویدیو چقدر آبی دیده میشه. فکر کنم بخاطر دیگه نمیدونم. الان فکر نکنید اینقدر آبیه ولی خیلی آب زلاله. اینجا تو ویدیو خیلی آبی دیده میشه. بچه ها بیاین بریم اینا رو نگاه کنیم. واو اینا چقدر بزرگن. عجبا. بچه اسم این ماهی رو میدونین تو کامنت ها برام بگین. برای هممون جای سوال شده. خیلی باحاله بچه ها. بزنید دونه بکنین. خیلی خفنه. بچه ها اونجا چند تا مار از این مار زرد رنگ ها هستن بدون آسیبا. از نوعیرم گرخیدم. من به شدت فوبی خزندگان مار دارم. چقدر بال بچه این خزا رو نمیدونم چی میگم به جلوه یه حالا ما تا میگه اینجوری کنه و جوری تراپی خوب میشه برای بچه ها. سورپریز. بچه چقدر قشنگ اینجا. خیلی قشنگه. بچه ها نگاه کن تو رو خدا خیلی قشنگه اینجا. وای من آرزوم بود همین اینا رو مثلا تو ترکیه نمیدیدم. حالا میخواستم مثلا جدیدن که دیده بودم اینجا آکواریوم ها رو میگفتن یک کاش زود بریم ترکیه اینا که دوباره براتون ولاگ بگیرم و بیام اینجا. اومدیم ایران خودمون
یعنی ایران خودمون بودیم، از اومدیم شمال خودمون بندر انزلی. ببینید چه چیز قشنگی هست. اونی که تو ترکیه دیده بودم مو نمیزنه، یک کوچولو و نمیدونم فرقش چیه. بچه‌ها ماهیا رو ببینید، خیلی باحاله، خیلی قشنگه بچه‌ها. چرا نگاه کنید اصلا حتما توصیه مثلا این زوم خیلی زومبی شده تو دوربین. نگاه کنید بچه، بذارید خیلی قشنگ بچه. این توپای جنگی میبینه این تو سریال فیلم سینمایی چی بود، دو زن دریای کارائیبه، اون گنجر نگاه کنید بچه. ماهی چقدر خوشگله اون بچه، اون ماهی خیلی خوشگله بچه ها. میبینید میگم بپرم یه شیرجه بزنم برم اونا رو بردارم فتح کنم اون گنجا رو. چقدر باها بچه. کوسه بالاخره کوسه دیده. بیبی شک دو بیبی شک دو بیبی شک دو بیبی شک. فکر نکنم بیبی باشه بچه ها. دیدم یه لاک پشتم دیدم تازه، نگاه کن یه لاک پشت دریایی بچه ها، خیلی باله. چطوری این کوسه ها یکی ماهی ها رو نمیخورش بچه ها؟ بیاییم داخل رو ببینیم با هم دیگه. اینجا پر کوسه هست، پر کوسه. یه دونه هم اینجاست بچه ها، خیلی قشنگ. فکر کن از بالا سر کوسه رد میشه، چند باری هم رد شده تازه. نگاه کنید تو خدا، خیلی دوست دارم یه کوسه داشته باشم، خیلی باله. نگاه کنید کوسه کجا میریم راست بچه ها. اینجا بچه ها تانک رو نگاه کنید غرق شده بچه ها. اینجا پر چطوری بگم سورپریزه، مثلا هر دفعه میان اینجا سورپریز میشه. مثلا با اینکه این ماهی ها رو مثلا بعضیشون شاید چند بار دیده باشیم، بازم خیلی برام جالبه. من میشه به بچه های کوسه همونجا از بالا سرمون رد شد بچه اینا رو ببینید. به اینا فکر میگم مرجان، درسته بچه؟ اومدیم اینجا هم فکر کنم جایی که مثلا به ماهی ها غذا میدیم، عکس‌ها که گرفتیم رو میگیریم میاد دیگه. یا مثلا میتونیم بریم سوغاتی بگیریم. من سوغاتی آره دیگه میشه گفت بچه. یه سوغاتی هم گرفتم، صدف، واقعا صدا میده بچه ها، جدی میگم. بذارم ببینم اگه بتونم. حالا میکروفونم رو خاموش کردم برای اینکه شارژش تمام نشه. وقتی که روشن کردم سعی میکنم صداش براتون نشون بدم، بشنوید. حالا هرچی سعی میکنم بهتون بگم آقا نشون بدم. حالا اگه تونستم خیلی آرامش بخشه. من دیگه شبا اینو میذارم گوشم جدی میگم. خلاص از اینجا در اومدیم، خیلی قشنگ بود بچه. اینم ساختمونشه، خیلی قشنگه، یعنی واقعا میگم از گوشت در میاد. یک خاطره خیلی دلانگیزی برامون اوکی شد. امیدوارم همتون بتونین بیاین. بچه ها ببینین کجا اومدیم. تو لاهیجانیم الان. لاهیجان یه روستان پیدا کردم فکر کنم اسمش شاندیزه. اینجا اومدیم وسط یه کشتی هست، بذاری عکسش نشون بدیم. این مثلا الان تنابای کشتی مثلا نگاه کنید، خیلی باحاله. از اینجا اینم ورودیشه، خیلی باحاله. اینا اومدیم اینجا به درخواست من، چون من خیلی عاشق فیلم دزدان دریای کارائیبم، به یاد اون افتادم، گفتم بیایم اینجا. شما بگین چطوریه؟
oradan yiyor ya. بچه چقدر مهم بده اومدیم تو لاهیجان مجتمع گردشگری بام سبز لاهیجان. اینجا تلکابین هست. حالا من عمرن سوار بشم، خیلی دفعه قبل تجربهم بیشتر شد. شهر بازی هست این چیزا یه چطور بگم مثل بام تهران و بام کراچی اینا میمونه دیگه. بریم ببینیم چی کار میکنیم. بچه ها یه جوری خسته شدم که نمیدونم بهتون چطوری توصیف کنم. فردا به چابکسر میریم انشاءالله. اونجا قراره یه جای البته اجاره کردیم، حالا موندیم. البته اجاره کردیم، فقط میتونیم انتخاب کنیم یه هتل بگیم یا سویت. حالا ببینیم چی میشه. من زود میخوام فردا بشه بریم اونجا، چون دیگه ما الان 2 روزه یه هتل میمونه، فردا صبح دوباره سر راه میشیم که یکم استراحت کنیم بعد سر راه دیگه. زود میخوام برسیم، از امکانات مثلا مجتمع استفاده کنم. بعدشم مثلا میخوام یه آب بتمزم برم استخر و اینا. میخوام برم دریا. مو خیلی خراب بچه. میخوام برم دریا، قشنگ مایو آوردم، نمیدونم عینک شنو و دماغگیر و اینا قرار بتره کنم، ولی هنوز هیچ چی نتره کنم، هیچ اتفاقی نیفتاده. بچه اگه صدام بد میاد ببخشید، میکروفونم واسه خیلی احساس میکنم تنبلی میکنم تو این ویدیو، ولی سعی میکنم از هر جای خوب یه ویدیو بگم. مثلا توی شهر میگردیم بی معنی، اونجا دیگه نمیذارم دیگه. نگاه کنیم بچه ها، بزنیم شهر رو ببینیم. اینجا هم شهر بچه ها. چطوره؟ کم زوم کنم. بچه ها ببین چقدر خوشگله، چقدر قشنگ. بذار اونجا فضای سبزه، اینجا حالا به اینجا توجه نکنی، اونجا هم شهر دیگه. چه قشنگ فضای طبیعی، فضای شهری، محیط شهری بگیم بهتره. بچه ها یه ویوی خیلی بهتر پیدا کردم، خیلی خوشگل بچه ها. سقفای شیروانی. بذار مثلا یکی از نمونه تالا تو دوربین خوب ای وش حد دستم از نزدیک بد دیده بشه. اون خونه رو میبینی بچه ها، نمونه شونه مثلا حالا از نزدیک خیلی بهتره ها، سفیده. بچه ها چقدر ویوی باحالی، خیلی خوشم میاد از این ویو. درود بچه ها، اومدیم یه سویت بگیریم. حالا نمیخوام اینجا رو روم تور کنم، زیاد اوکی نیست. قرار فردا بریم چابکسر، از لاهیجان به چابکسر میخوایم بریم. قشنگ یه هتل قشنگ، نمیدونم هتل بگیم یا سویت، یه مجتمع سالا میریم اونجا، یه هتل میریم یا سویت. یه قشنگ مثل سویت اینجا نیست، خیلی بهتره. هم نمیدونم چرا این کل این ویدیو خیلی نامرتبه. خب اگه صدایی هم میاد ببخشیم بچه ها، با خانواده اومدیم شمال. همین دیگه. میخوام برنامه هایی که من برای شمال ریخته بودم، برای چی بود اسمشون، بندر انزلی و لاهیجان نبود، برای چابکسر بود. میخواستم مثلا اسب سواری، چرخ سواری، رفتم به دریا، استخر، جکوزی، سونا، نمیدونم چطوری بگم، این استفاده از چی میگم بهشون، خدمات مجتمع و اینا. میخواستم استفاده کنم، لذت ببرم از طبیعتش و اینا. همین دیگه. من با این هدف انشالله که بتونم طی 4-5 روز بتونم اینا رو انجام بدم. همه اینا رو هم سعی میکنم
در کنار شما انجام بدم. لایک، اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و لطفا دکمه سابسکرایبم بزنید. حتما دکمه زنگوله رو بزنید که پارت دوم منتشر شد با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.